تنها 2 روز استراحتی داریم و هر یکی ما می‌خواهیم که آنها را خوب و خاطرمان گذرانیم. برای استراحتی با فراغت شما بینندگان عزیز، تلویزیون شاهنواز دائما آماده است تا اینکه بهترین برنامه را پیشکش سازد. نام و نسب من مصرف امانشایف، این است نشر نوبتی شو برنامه فرهنگی فراغتی شومی شهنواز. بینندگان عزیز، چون برنامه قبلی من تنها نیستم، زیرا در برنامه امشب ما دعوت نمودیم یک گروه استادان جوان، اینچنین دانشجویان فعال دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. خوش آمدید. بینندگان عزیز، چطوری که به همه شما معلوم است، امشب با مهمانی برنامه شومی شهنواز دعوت شدند 2 هنرمند خیلی هم با استعداد. انیول باشد پیشواز میگیریم هنرمند شایسته تاجیکستان شرینمخ نیخولوا و اینچنین مطرب چیردست محمدولی орзуев. مرحمت. خوش آمدید به برنامه ما. از دیدارتان شاد هستم. با تماشابینان وقتی خوش. فکر میکنم برنامه جالب میگذرد. کوشش میکنیم. همه مرحمت محمدولی. تشکر زیاد که به این برنامه ما رو دعوت نمودید و بسیار خوب میشد که این خیلی برنامه ها باز زیادتر شد و فکرم که بسیار خوبتر میشه. خوش، شما امشب با برنامه ما مهمان شدید. چرا انتظار هستید از برنامه شومی شهنواز؟ هنگامی که ما شما رو دعوت کردیم شما در هیجان بودید فکر میکنم. یک چند برنامه های شما رو تماشا کردیم، جالب بود. اصلا من میخوام گویم که همین برنامه شهنواز، شومی شهنواز و چند برنامه هایی که در همین تلویزیون هست بسیار خوب است که موسیقی زیاد دارد، موسیقی های هر طرفه، هم موسیقی های پیشینه که سرایندگان پیش، هنرمندان پیشینه رو از یاد نمیبرید و این رسالت تلویزیون شهنواز کودکی هم رو به یاد میارم و تشکر زیاد به شما که همه رو یاد میکنید. خیلی خوب. محمدولی، شما چی رو انتظار هستید از برنامه شومی شهنواز؟ ما برای شما بخش های خیلی هم جالب رو آماده کردیم. فکر میکنم از اوده این بخش رو میبریم. بسیار تماشا کردم این برنامه رو، بسیار برنامه جالب فکر میکنم این شام جالبتر میگذره. ما نیز امیدوار هستیم. خوش، چه میشود که این حال در آغاز برنامه بهری ما و بهری بینندگانی که این ما رو تماشا دارند یک نوازش را اجرا میکرد، بعداً ما بخش یکمی برنامه را آغاز کردیم. سلامت باشی بچه‌ش. مرحمت. سانازن شما.
نفرانی که تازه به افیر تلویزیون شاهنواز پیوست شدن بار دیگر یادآور می‌شویم که شما تماشاگر شو برنامه فرهنگی و فراغتی شومی شاهنواز را و مهمانان ما هستند بانوی هنر شیرینمخ نیخولوا و اینچنین مطرب شینوخته تاجیک محمدولی ارزویف. بار دیگر خوش آمدید و فکر میکنم که عین حال وقت است تا که بخش نخستینی برنامه شومی شاهنواز را آغاز کرده باشیم. آماده هستید؟ خوش حال باشد. من قاعده این بخش رو برای شما میفهمانم. بخش اولی برنامه شومی شاهنواز عنوان گرفته است پیدا کن. الکی فکر میکنم زیادی بینندگان این بخش رو میدونند. در این بخش ما چیکار میکنیم؟ در این بخش ما برای شما یک چند آهنگ ها رو پیشنهاد میکنیم. وظیفه شما این است که نام سرود و نام سراینده سرود رو برای ما بگویید. کوشش میکنم. در حالت پیدا نکردن فکر میکنم بینندگان نیز در اینجا کمک رسان هستند و هم میتوانند با شما با ما کمک کنند. آماده هستید؟ پس از کارگردانی آواز خواهش کرده می شود که آهنگ نخستین رو برای ما پخش نمایند. مرحمت گوش میکنیم. جواب هست؟ من این سرود رو بخوام از لیلا شریپова شنیدگیم. چند کس جوانان خوندگیم. بله این سرود هست که چند کس خوندگی؟ چندین نفر من از نگینه امونقلووا شنیدگی. آهنگ نمیدونم از کی است. نگینه امونقلووا. بله. نام سرود چی است؟ با هر حال ما جواب شما رو قبول میکنیم. این بانوی هنر نگینه امونقلووا بود. نام سرود ای دلبر. عین حال باشد دوام سرود رو گوش میکنیم. این دل ببین پژمرده شد در انتظار دلبر دیگر ندارم طاقت تستر بیا ای دلبر. از محبت شمعی و شنیده بودم. یعنی این سرود رو چندین نفران دیگر بازخوانی کردن. بعد از اون کس جوانان زیاد حاضرم خیلی وقت است که جوانان سرودهای پیش سرودهای خوب بودند. حالا هم هست و سرودهای خوب لیکن کم. خوش میگذاریم با آهنگ نوبتی. فکر میکنم این آهنگ رو نیز در کوتاه‌ترین مدت پیدا میکنید. در حالت پیدا نکردن کمک رسان ها هستند. محتوبی شبم لبم. بله خوش شما نوازنده هستید و شما سراینده. فکر میکنم همون آرنجروف بندوبستی از همین سرودها زود پیدا میکنید. اما همین بندوبستی که این حال ما برای شما پخش کردیم با کدام دوره ها راست میآید؟ این خاطر نکنم اگر سالی 2004 بود یا 5 بود در همین موسیقی من اشتراک کردم نواختگیم. الکی میدونید؟ واقعا جواب شما درست بود. این پرده خواستیم نام سرود محتوبی شبم. خوش گوش میکنیم دوام سرود رو. مرحمت. محتوبی شبم لبت بر لبم خالی لبی تو داروی تبم خالی لبی تو داروی تبم. احسن با شما. یک کفوی دوستان عزیز برای محمدولی ارزویف. خوش دوستان عزیز باز پخش میگردد آهنگ نوبتی. فکر میکنم این آهنگ رو نیز مهمانان امشب برنامه شومی شاهنواز زود پیدا میکنند. جواب یعنی از سراینده ازبکستانی ریحان نام سرود باشد مایلی منده. مقدس نبیوا شراره خاطره ها زشق درینه ما. یا با یکم کس خونده من مقدس نبی 100% مقدس. یاد آید دلم با فریاد
یک کافی دوستان عزیز بهر شیرینمخ نیخولова واقعا این مقدس نبیه بودن گوش میکنیم دوامی سرود را مرحمت شراره‌ی خاطره ها زیشقی دیری نای ما اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید اگر از تو یاد آید دلم به فریاد آید آن همین بود جواب شما درست بود یعنی علاقه حسابی ما 3 و 2 3 خال از محمدولی و 2 خال باشد از شیرینمخ نیخولова این حال باشد باز پخش میگردد آهنگ نوبتی مرحمت گوش کنید میری مفتون میری مفتون به خیالم با فکر شما نه میری مفتون همی سرود رو میخواند بله لیکن بعد از اون کس با چند کس خوندگی با فکر منم میری مفتون حافظان مایم ولی ما هر دومون میری مفتون یعنی با یک خلاصه اومده که این سرایندن میری مفتون است به هم دیگه نگاه خوش وقت را طول نمیکشیم واقعا این بود میری مفتون یک افکاری بحری هنرمندان دوستان مرحمت گوش میکنیم دوامی سرود را برارش که شمالش زند خانه یا چشم خیالش زند آن همین بود جواب این آهنگ یعنی میری مفتون عین حال باشد دوستان عزیز وقتی ما فرا رسیده است که غالب این بخش را معین کرده باشیم چطوری که از آغاز بخش با همه شما معلوم گردید و چطوری که خود شما شاهد بودید هر دوی هنرمندان هر دوی مهمانان امشبه برنامه ما کوشش زحمت کشیدن که تا اینکه از یکدیگر چوس چالاکی را زیادتر نشان دهند و بالاخره دوستی غلبه کرد هر دوی آنها غالب شدند یک کفکوبی دوستان خوش شما را در ادامه برنامه باز یک بخش دیگر نیز انتظار است از این رو بینندگان عزیز تا انجام برنامه ما رو انتظار باشه برنامه رو تماشا کنید این حال باشد بحر ما شیرینمخ نیخولова یک سرود را اجرا میکنند بعدا باز برمیگردیم با ما بمانید ربابی من به قلبم ساز داده ساز داد
شیرین ما تشکر زیاد امیدوار هستیم در ادامه برنامه با سرودها را بهر ما و بهر اون افرادی که ما رو تماشا دارند اجرا خواهید کرد. البته خوشایند بینندگان عزیز، یک صحبت خردک میگذرانیم. فکر میکنم در ادامه صحبت اهل نشست نیز با ما هم صحبت میشوند، همراه میشوند و اون سوالهایی که با مهمانان ما میخوان پیشکش میکنند وقت برای شما نیز میرسد. چطوری که با بیشتر ما و بینندگان معلوم است، محمدولی ارزویف پسر یکی از هنرمندان شناخته توجیه گلچهره صادق و میباشند و اینجا سوال برمیآید که چرا شما سراینده نشدید؟ برای که همون نوازنده کشیدم، همین نوازنده بسیار به من خوش اومد. دیگه فکر کردم که حجتی سرایندگی دیگه نیست. بله. والدین یعنی پدر و مادر برای شما نگفتن که شما نیز سراینده شده؟ راستی بودند، اما از مکتب موسیقی از سن خردسالی من در همین اسباب هجک از خانه موندن خوندم تا امروز همین اسبابمو نواختیم. یعنی این اسباب رو هیچگاه نگذاشته؟ بله. چون که این اسباب از پدرم میراثی به من میراث مانده است. بله. و میخواد که ادامه دهنده کسب هنری پدر بله باشه. بله. خیلی خوب. صدا و دیاپازون نه هر سراینده برای اجرای دوئت موافق میآید. اگر به ایجادات شیرین ما نظر کنیم، بسیار دوئت ها با بهترین هنرمندان شناخته تاجیک سراییده اید. اکنون میخواستیم اطراف آن همین دوئت های اجرا کرده خود برای ما کمی معلومات میدادید. مشکل نبودن اجرا کردن دوئت ها با دیگر هنرمندان؟ نه وقتی که هنرت رو دوست می‌داری یگان مشکلی ندارد. یکم من از خودم میخواستم که سراینده شوم و زیاد در برنامه ها گفته بودم که شرمگین زیاد بودم، با موسیقیچی ها باید کار کنی، لیکن شرم داشتم. و وقتی که زیبا برآمد، من در بخشی خارجی در انستیتوت پداگوژی میخوندم، بسیار عاشق شدم به این انسامبل و به اینجا اومدم. من با عبدالشهید سعادت شایف سرود سراییدم، 2 نفره در انسامبل زیبا. بعد وقتی که در انسامبل زیبا بودم، زیاد کمپوزیتوران می اومدند که رقص میکردن، وقت نبود، برای همین معلمه نمیخواست که من از رقص دور شوم. با هندوستان سفر کردنی شدیم، با ما شودروان کرامت‌الله رفتند و معلمه گفت که آواز داری، آواز هندی، با کرامت‌الله یک سرود رو سرایید. 2 سرود سراییدیم، هم آوازی انسامبل زیبا همش شدن. و در همانجا وقتی که ما رو تماشابینان هندو گفتن که شما بسیار مثل هنرمندان ما می سراییدن. بعد در همانجا در روز دیگر کرامت‌الله به من گفت که شیرین ما، من یک چند سرودهای دوئت دارم، آوازهای ما چسبایش دارد، بیا سرود خوانیم. من از بسیار خرسند شدم که من حافظه می شوم. گفته با اون کس یک چند سرود رو از هندوستان برگشته. یکم سرود هندی بود، دوم سرود همین جانی من بود. جانی من قربانی خندیدن و نازیدن که صدرالدین با غزال خواندند، آنها هم خوب خواندند بعد تاریخ خودشان هم. وقتی که در دوئت مثل ما هنرمند هستیم، باید همون حسیات رو در همون سرود هر دویمون باید نشان دهیم. واقعا چسبایش باید باشد. چون این سرودها رو بیشتر و زود فکر میکنم به دل هر یک شنونده راه مییابد. آهنگ مرغوب روحیه انسان رو بلنده میگرداند. محمدولی میخواستیم از شما پرسان شویم که تا امروز چند آهنگ خود را پیشکش مخلصان کردید و کدام آهنگ شما رو بین مردم شناخته گردانید؟ تا حالا نشمردم چند آهنگ. یعنی حساب نکردم. حساب نکردم. شماره‌شان زیاد هست. بله حساب نکردم و یعنی شماره‌شان خیلی زیاد هستند. بله. اما محمدولی، اگر با ایجادات شما نظر اندازیم، سالهای اخیر ثبت ویدیو کلیپ ها، تهیه کلیپ ها خیلی کم است. سببش در چی باشد؟ نه راستی بنابراین یک کلیپ جدید اومده کردم، یک آهنگ کلاسیکی و از تاریخ ما آگاهی میدهد. یک قسمش در اولبوک، یک قسم دیگر در آثارخانه ملی، یک قسم دیگرش در
یعنی در جایهای تاریخی تاجیکستان ثبت کرده. بله در جای الکی تهیه شد. بله بله. البته باید این ویدیو کلیپ رو تماشا کرد. هنر سرایندگی که خوب است اما برابر این باز هنر رقص داشتن این بهترین است. خوش شیرینماه اطراف صنعت رقص خود برای ما معلومات میداده. چگونه شد که شما هم با رقص مشغول میشدید و اینچنین سرایندگی میکردید؟ چخیل که شما گفته بودید که محمدولی از اویله شیناخته هنرمندی شیناخته گلچهره صادق و که هنر اون کس رو من بسیار دوست می‌دارم. این خلقی هست و من هم از همین از اویله هنرمندان هستم. هم مادرم نظر خورشید علیداد، مادرم هم مطرب بودند، در رباب افغانی می نواختند. پدرم، برادرم، برای اینکه در خون است. چخیل گویم هم رقص رو هم حافظی رو من از خود دوست می داشتم. یعنی این هنر ارثی به شما آمده؟ خون دست خون از خون به خون گذشته است. خودش اطراف همین صنعت رقص خود برای ما معلومات میدادید. چگونه شما به انسامبل زیبا وارد شدید؟ شما رو شاید با طریق کاستینگ شما رو قبول کردن؟ این برای هر یک بیننده ما جالب است. البته من اصلا وقتی که من در اینستیتوت پداگوژی خونده بودم، پداگوژی در بخش خارجی و در سیوم کورس بودم، دوم کورس، همون وقت انسامبل زیبا با یکم برنامه‌اش برآمدن. من وقتی که برنامه‌اشون رو دیدم عاشق شدم، شب خوب نبودم. بعد من رفتم الکی کاستینگ تمام شده بود. ما رو بردند، خیلی معلمه فهمیدن که من فرزندی خورشید علیداد، نظر خورشید علیداد هستم و مادرم رو میشناختند بیگم نیهولوا رو و گفتن که گرفتن ما رو. گرفتند اصلا باید دختر 1 سال تمرین رو میگذاشت. من در 6 ماه معلمه ما رو فیروت کرد و شیرین جان روید کاغذ ها رو دستخط کنید و با کار شروع کنید. من خیلی شروع کردم. نوازندگان زکون می توانند مثل سرایندگان در قطار هنرمندان برنامه‌های کنسرتی خود را برگزار نمایند. محمدولی شما در نقشه دارید که یک برنامه کنسرتی خود را بهر مخلصان هواداران خود پیشکش کرده باشید. اگر خطا نکنم سال گذشته سلطان امیرов نوازنده جوان تاجیک یک برنامه کنسرتی خود را برپا کرده بود. خیلی در سطح عالی گذشت. مشکل است که ما با مشکل رو نگاه نکرده کوشش میکنیم که یک کنسرت خود رو برپا کنیم برای مخلصان و بینندگان خودمون. در نقشه کی؟ اینش مخفی. پس بینندگان عزیز پیوسته تلویزیون شاهنواز رو پیگیر باشید. هر آن دمی که کنسرت محمدولی ارزویف در شهر دوشنبه باشه یا که در دیگر منطقه تاجیکستان البته ما خبر خواهیم داد. شیرینماه نیهولوا برابر هنرمندی محبوب اینچنین یک اویله نمونوی دارد و فکر میکنم بسیاری بینندگان لکه میدونند که شیرینماه نیهولوا مادر فوتبال باز تاجیک نوردین دوران هستند. خوش میخواستیم از شما پرسان شویم که با کمال رساندن فرزند و در راه درست تربیت کردن با شما دشوار نبود، زیرا شما هم فعالیت هنری خود را پیش میبردید اینچنین برابر این با تربیت فرزند مشغول میشدید. اصلا تشکر به بیبی ها که اونها هستند. من هم حاضر بیبی هستم و کوشش میکنم با فرزندم یاری رسانم، با اون بیره هایم. مادرم به من یاری میرسوند، کودکان رو نگاه میکرد، من میرفتم به سفرهای هنری. تشکر برای بیبی جان. برای بیبی جانو و برای آنکه به جاده فوتبال قدم ماندن پسرم، پدرش بسیار میخواستند و اون کس میخواستند که فوتبال باز شوند، لیکن که هم خیلی شد که به مسکو 7 ساله بودند اون کس رو روی کردند به مکتب موسیقی، بعد اینترنت موسیقی، بعد اینستیتوت صنعت موسیقی مسکو. بعد گفتن که اگر پسردار شوم من پسرم رو فوتبالیست میکنم و به مقصدش رسیدند. این حال باشد یکی از فوتبال بازان شینوخته تاجیک هستند. نه تشکر. و پدر و مادر از چنین فرزندان افتخار میکنند. بسیار انسانی خوبم هست. هم دخترم هم پسرم.
ما در نقشه بود که باید نوردین رو نیز به برنامه دعوت میکردیم و چطوری که برای ما معلوم است این حال نوردین در شهر در اندونزی هستند و در چمپیونات تاجیکستان اشتراک کردن. در 6 ماه کنترکت باز بسته بودن برای اینکه اونجا رخصتی بود که من بیکار نیستم. با تیم خودشون به استقلال آمدند، چمپیونات رو گذراندند. بینندگان عزیز، چطوری که برای شما ما گفته بودیم، امروز در استودیوی ما هستند یک گروه استادان و دانشجویان فعال از دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. این حال شما نیز امکان دارید تا اینکه بهر مهمانی شبیه برنامه ما سوالهای خویش را پیشکش کرده باشید. مرحمت. خب، سوال من با شیرینمخ نیخولوا است. شیرینمخ نیخولوا، از دوران دانشجوییتان، یعنی که از خاطرماندترین لحظه دوران دانشجوییتان برای ما کم قصه میکردید؟ فهمیدن که من کم هنر دارم. بعد یگان کنسرت های در انستیتوت ها می شدند، ما سرود می خوندیم، رقص می موندیم با همکورسانمون. یعنی پیوسته در چاره‌بینی‌های فرهنگی اشتراک می‌کردیم. البته اشتراک می‌کردیم. مرحمت. حکای محمدولی، سفرهای هنری خود را به چند دولت ادامه دادید و آن کدام دولت‌ها بودند؟ راستی سفرهای هنری به دولت‌های خارجی زیاد بودیم. اگر نمبر کنم خیلی وقتم می‌رود. خوشک چند تاش رو نمبر کنید؟ در امریکا بودم، در فرانسه بودم، در یگیپت بودم، در ترکیه بودم، در افغانستان بودم، در هندوستان بودم. نیمی جهان را گشتند. غیر از یخبسته شمالی هم اجور رفتیم. خیلی خوب. اپای شیرینمخ برای ما یک لحظه فراموش نشونده زندگی نقل میکرده. وای خواهری عزیز، من همین قدر لحظه های فراموش نشونده در زندگی هم دارم که گفتی محمدولی که اگر همش رو نقل کنم شب روز می شود. یکمش خرسندی زیادی که وقتی که نبیره یکمم تولد شد، وقتی که من در تگی تریزه های بیمارخانه می گشتم که دخترکم چه خیل باشد گفته، همین هیچ وقت من این روز رو فراموش نمی کنم. و دویومش وقتی که پسر من با تیم سرجم تاجیکستان به کره رفتند و امریکا رو 4-0 بریدند. همین وقت من با دخترم در بیرون بودیم و پدرشون زنگ زد که پسرم گل زد، پسرم وای کرد، باز یک گل زدن. من فقط گریه کردم. همین دو چیز از یادم نمی رود. لحظه‌های فراموش نشونده. لحظه‌های فراموش نشونده است. خوش بینندگان عزیز، صحبتی ما نیز به انجام رسید. این حال باز شیرینمخ نیخولوا سرود نوبتی را برای ما اجرا میکنند. سرود نام دارد دلربا. سرود نام دارد دلربا. نام سرود دلربا است. مرحبا، صحنه از آن شما همراه گوش میکنید. سلام. نکردی باره صدا، نکردی باره
ربا دل ربا نرنجی پر جفا نرنجی بله من انتظارم دل ربا نرنجی پر جفا نرنجی بی وفا نرنجی یا پر جفا نرنجی دل ربا نارنجی پر جفا نارنجی بله من انتظارم دل ربا نارنجی پر جفا نارنجی بی وفا نارنجی یا پر جفا نارنجی عاشق پروری دنیاستم من برایش تنها برایش همین یک آدمی خداستم من فروغی رفترها جویاستم من یک عاشق پروری دنیاستم من برایش تنها برایش همین یک آدمی خداستم من تو میرنجی ولی من گناهم را ندانم دل ربا نارنجی پر جفا نارنجی ولی من انتظارم دل ربا نارنجی پر جفا نارنجی بی وفا نارنجی یا پر جفا نارنجی دل ربا نارنجی پر جفا نارنجی بی وفا نارنجی یا پر جفا نارنجی تماشاچیان عزیز باز دوام میدیم برنامه شامگاهی شامی شاهنواز را و این حال باشد آغاز میکنه بخش دومی برنامه را که نام دارد اشاره یعنی بازی با هنرمند. فکر میکنم از قاعده این بخش آگاه هستید، یعنی که در این بخش یکی از شما در گوش مانک دارد، نفر دیگر باشد پارچه ها یعنی مصرع های شعری را بر رقیب خویش میفهماند. بینندگان عزیز اکنون در نزد میز قرار داریم و فکر میکنم که مهمانان امشب برنامه آماده هستند و بین خود رقابت میکنند. از کی آغاز میکنیم؟ از شما؟ باشد. مرحمت، گوش مانک را گذارید. شرینمخ نیخولوا یک پارچه شعر را انتخاب کرده، بر رقیب خود با دقت میفهمونید. ز ا ن سر ز زر زن نه ذره زن واه اگر پیدا کرده؟ فکر میکنم خیلی دشوار است برای اگر ا گ ا اتا نه گ او اگر واه молодец اوتش او ت آتش پیدا کردن؟ نمیشد نمیگو نمیشد ش نمیشود ب نمیشود خم خ او خو م خود خم م
مه ی ی بومه مموندم مم مم مو او ممو نه ته. میمون دم ده مموندم نورسیده نه ان نه نو نو ر ر نو نور را نورا سه نوراو نورسی نوراس نورسی ای نورسی نورسی ای نورسی نورسیده نورسیده و بوده بودا ی مه ی یه یه بوده چی بوده میموندیم ما مرحمت محمدولی انتخاب نمایید یک مصرع شعری رو انیول باشد آغاز میکنیم. گلدسته ده گلدسته گلدسته تو رو گلدسته تو رو جوستم گلدسته تو رو جوستم عشقی شیرین عشقی کی عشقی عشقی بله رفته رفته گلدسته تو رو جوستم عشقی رفته کی عشقی رفته باز باش بود باز اومد گلدسته با گلدسته بله با گلدسته با تو رو گلدسته تو رو دیدم عمری رفته باز آمد یک کافکوبی دوستان عزیز بار شیرینمو نهولوا. خوش آهسته رسیدیم به انجام برنامه امشب شامی شاهنواز. خوش تاثیرات شما رو میخواستیم بدونیم که برنامه به شما پسند آمد. بسیار خرسندم که به اینجا اومدم و تشکر به شما و اینقدر خرسندی کردیم. همین بخش آخرینتان بسیار خوب بود. هم ما خرسندی کردیم هم تماشابینان و تشکر زیاد به شما، تشکر زیاد و خواهان آنم که زیادتر همین خیل برنامه ها شوند. من درست میگویم که من شهنواز رو دوست داشتم. و این گل زیبا همچون رمز زیبایی از مغازه ویلت برای شما تقدیم می‌گردد. مرحمت آقای شیرینمو. محمدولی تاثیرات شما را آیدی برنامه امشب می‌خواستیم. تشکری بسیار. من با گفتگوی آقای شیرینمو راضی هستم 100% و تشکر میکنم که با این برنامه نورم دعوت نمودید. سلامت سربلند باشید. دوستان عزیز، با امید خانه آواز و تنسیتی هر کدام شما رسیدیم به انجام برنامه امشب. بگذار تا 22 ساله برای هر کدام شما بردباری ها را بیارد و از همه چیز مهم تابستان خوش را با تلویزیون شاهنواز با سرود و آهنگ های تلویزیون شاهنواز گذرانده باشد. با شما بودم من مصرف امانشایف. این بود برنامه شامی شاهنواز. تا نشر بعد خیر.